وای دیگه کارمون تمومه. اگه کارت پایان خدمتمون رو گم نمی‌کردی الان مجبور نبودیم دوباره بیایم سربازی. میگم المسنن نمیشد گرفت. بابا کار اداری داستانه به خدا. هی گوش کنید، این تفنگ ناموستونه، فهمیدید؟ ببخشید جناب سرباز، به این بی‌ناموس هم یه تفنگ بدید. من اسمم ژنرال بیشور. ژنرال چی؟ ژنرال موتور دیگه. خب ببخشید آقای موتور، بی زحمت تفنگ نداریم، همینجوری حمله کنید. خالی که نمیشه. خب میخوای تو فوش بده، زشت نباشه. فکر نمی‌کنم چون داریم می‌کشیمشون. شت فرمانده مرد، بدبخت شدیم. ایول تفنگشو بردار. نمیخوام، مال خودشه، دهنیه. احمقا دیگه فرمانده نداریم، اصلا نمیدونیم باید چیکار کنیم. راست میگه، دیگه کاری نداریم. خب پس هیچی دیگه، بریم خونه. آره حله. یا علی آقا بلاش. آها شما محاصره اید. شین اون تفنگاشونو بگیرین. خدمت شما. بفهمید. ببین حرومزاده، من سرم بره ناموسم نمیره. دادی که نه این دفعه که نه، از شنبه دیگه اینجوریه. حرومزاده با کی بودی تو؟ با صدام. بابا بی شرفا، من مردم، ولم کنید دیگه. شما هم باید اسیر بشین. ببخشید من خودم سیرم. خب تو فقط میشین. ممنونم. بچه‌ها من یه فکری کردم، باید بهشون بی‌توجهی کنیم. آفرین، برگرد. آهای با شما. جواب بدید. خواهش میکنم. الو قربان، دارم به ما بی‌توجهی میکنن. یعنی چی؟ بی‌توجهی که کشنده ترین سلاحه. به سازمان لاهه اطلاع بدید. قربان. قربان. الو. چی شده؟ خواب بود همش؟ نه برید، چون آخرشو نمیدونستیم چجوری باید تموم کنیم، دیگه از خواب پریدیم.